سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ به خفن ترین چنل خلاصه فیلم و معرفی فیلم خوش اومدین. غلیظ‌ترین فیلم تجاوزی که تا حالا براتون گذاشتم اینه که الان میخواید ببینید و بدتر از همه اینه که بر اساس واقعیت هم است. کارا میخواد با دوستش بره مسافرت، زنگ میزنه از مادرش اجازه میگیره. قبل رفتن میره گلای حیاط آب بده که یه مرده میاد ازش آدرس بپرسه. به محض اینکه بهش نزدیک میشه اسلحه رو میذاره زیر گردنش و میبرتش تو ماشین، میکنتش توی جعبه و راه میفته. کارا که خیلی دختر باهوش و حواسیه، بارکد جعبه رو حفظ میکنه که سعی کنه از هر سرنخی واسه نجات خودش استفاده کنه. میرسن یه جا، به کارا میگه من اسلحه دارم، تکون بخوری زدمت. کارا هم تو خیالات خودش به در رفتن فکر میکنه ولی فعلا بیخیال میشه. مرده برمیگره دست و پاشو میبنده و میبرتش تو خونه. دوستش متوجه میشه کارا نیست، به مامانش اطلاع میده، به دوست پسرش و هر کس دیگه ای هم زنگ میزنن میبینن که پیش اونا هم نیست. میبرتش خونه، دست و پاشو باز میکنه، بعد بهش ادوات جنسی رو نشون میده و میگه من اینجا دستور میدم تو هم فقط انجام میدی. ازش میپرسه تا حالا رابطه جنسی داشتی؟ کارا هم میگه نه، من ویرجینم و تا حالا با هیچ کس هیچ رابطه جنسی نداشتم. بعدم میخوابونتش و بهش تجاوز میکنه. مغز کارا مثل یه ابر کامپیوتر میمونه، هر جا رو نگاه میکنه ازش یه سرنخی تو ذهنش میسپره. خانواده‌اش با پلیس تماس میگیرن ولی اونا میگن باید 24 ساعت از مفقودیش بگذره که بتونیم تازه پرونده تشکیل بدیم. بعدش شروع میکنه با کارا حرف زدن. کارا هم با زرنگی تمام کلی اطلاعات از زیر زبونش میکشه بیرون. یارو میره مواد میاره، هم خودش میکشه هم به زور به کارا میده که بکشه. بعدم فیلم سوپر میذاره، میگه بشین نگاه کن، بعدش هم نظرتو باید درباره این فیلم بهم بگی. هر یکی 2 ساعت در میونه مرد تیکه به این بدبخت تجاوز میکنه. کارا هر جایی رو قدم میذاره یه چیزی رو حفظ میکنه بلکه یه جایی به دردش بخوره. مامان بیچاره‌اش کماکان داره دنبال دخترش میگرده و یارو هم کماکان داره این بدبخت رو آزار میده. کارا هر لحظه به فرار کردن فکر میکنه و هر لحظه هم با فکر کردن به عواقبش بیخیال میشه، تا اینکه صبح زود وقتی از خواب بودن طرف مطمئنه دست و پای خودشو باز میکنه و پا میذاره به فرار. با سرعت هر چه تمام خودشو میرسونه به خیابون و از یه ماشینی کمک میخواد. اونا هم سوارش میکنن و سری میرسوننش اداره پلیس. اونجا هم همه چی رو برای مامورا تعریف میکنه. کارا با وجود سن کم و این اتفاقات عجیبی که براش افتاده ولی خوب میتونه خونسردی خودشو حفظ کنه و به اون راننده ها هم گفته بوده که محلی که سوارش کردن و یادشون نگه دارن و همه چیز ریز به ریز برای پلیسا با دقت تعریف میکنه. با مادرش هم تماس میگیرن، میگن دخترت پیدا شده، اونم خودشو میرسونه اداره پلیس. فکر نکنید ماجرا اینجا تموم شده، هنوز با متجاوز کار داریم. سابسکرایب با زنگوله رو بزنید تا ادامه ماجرا رو براتون تعریف کنم. عکس یه سری مظنون رو براش میارن، اونم طرفو شناسایی میکنه و اطلاعات ریز و دقیقی بهشون میده که کفشون میبره. پلیسا میرن خونه یارو و میبینن در رفته. اونجا رو میگردن و کلی لباس دخترای دیگر رو پیدا میکنن که بهشون تجاوز میکرده و میکشتتشون. بچه‌ها یادتون نره این فیلم بر اساس واقعیته ها. دکتر زنانم میاد کارا رو معاینه میکنه و برمیگردن سمت خونهشون. از خانواده متجاوزه پرسجو میکنن که ببینن میتونن ازش رد پای گیر بیارن یا نه، که خواهرش جاشو لو میده، میگه توی مسافرخونه است. از اون ورم کارا رفته مسابقه بیسبال دوست پسرشو ببینه. پلیسا یارو رو تعقیب میکنن و میگیرنش. اون بیشرف هم لحظه آخر خودکشی میکنه. کارا برمیگرده خونه، از پلیسا میشنوه که یارو خودکشی کرده. ناراحت میشه و میگه دوست نداشتم خودکشی کنه، دوست داشتم تاوان کارشو بدتر از اینا پس بده. خلاصه یارو به درک واصل میشه و پلیس هم به کارا میگه تو یه قهرمانی، اگر تو نبودی معلوم نبود سر چند تا دختر دیگه قرار بود این بلا بیاد. این عکسی هم که مشاهده میکنید عکس واقعی کارا رابینسونه. اون بعدها 2 تا بچه آورد و مدتی هم به عنوان مأمور پرونده های آزار جنسی تو اداره پلیس کار میکرد. اسم فیلم دختری که فرار کرد، ساخته سال 2023. اگه دوست داشتید علامت لایک و قرمز کنید. نظراتتونم دونه دونه تو کامنت ها میخونم و جواب میدم. 2 تا فیلم گوشه تصویرم اگه دوست داشتید کلیک کنید و ببینید. تا یه فیلم خفن دیگه فارسی ایکس، خدا نگهدار.